من زنی غریب بودم، صاحب 2 پسر در غریبی. سرم گرنگ به شوهر برآمدم، صاحب یک پسر دیگر شدم. شوهرم حقارت‌های قبیح و وزنین میکند. التماس جواب دید که چی کنم؟ میگویم طلاقم را ده، گویم خب میکند. قطعش دیگر زندگی برایم تلخ شده است. میتونم به طلاق برایم به مسکو از پشت زندگیم شوم. چه خیلی میتوانید وقتی که شما شوهر کردید بعد از پشت زندگی میشوید؟ البته در اینجا باید طلاق بگیرید. یعنی در اسلام طلاق حلال است وقتی که زن در حقیقت از شوهر ظلم میبیند که دیگران آن ظلم را نمیبینند. خیلی که گفته ایستادن دیگر علاجی با اون نفر زندگی کردن نیست. مرد هم همین گونه وقتی با زنش علاج زندگی کردن نیست، طلاق برایش حلال است. و اون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند زنی که از شوهر طلاق میپرسد بوی جنت را نمیبیند، اونجا من غیر بأس آمده است. یعنی به سبب یا به سبب های کوچکی که همه دارند شما طلاق پرسیدن میگیرید، در اینجا گناه کبیر است. اما سبب جدی دارید میتوانید طلاق گیرید. وقتی که شوهر طلاق نمیدهد در اینجا مجبورش میکنید با واسطه خویش و تبار با راه دیگر، اما هنوز طلاق نگرفته. نباید یک زن مسلمان از پی زندگی خودش شود مادامی که در نکاح یک مرد هست. سوال دیگر: اگر زن امکانی به سفر حج رفتن دارد اما محرم نداشته باشد، آیا رفتنش جایز است یا نه؟ درباره سفر کردن به حج گفته بودیم که در نزد جمهور علما وقتی سفری فرضی هست همچون حج فرضی و راهها امان هستند و یک گروه هست که زن به آنها میتواند همراه شود که رفق صالحه میگویند، زنک میتواند به سفر براید به شرط اینکه راه امان باشد و با گروه حاجی ها باشد. در مذهب امام شافعی هم هست، در مذهب امام مالک هم هست و در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه جایز است به شرط اینکه راه 3 روزه باشد. یعنی از 3 روز زیاد نباشد که حاضر راهها چه خیلی میدونیم سفر به حج از طریقه هواپیما اصلا به 3 روز نمی رود. یعنی حج فرضی علل خصوص عمره و حج فرضی در نزد جمهور علما مادامی که زن رفق صالح یا همسفرانی امین دارد، همسفرانی باورناک دارد، باکی نیست. و حضرت عایشه و همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در بخاری هست که بعد از مرگ پیامبر در زمان خلافت حضرت عمر همراه عبدالرحمن ابن عوف باز بار با همراه عمر حضرت عثمان و حج فرضی میبرند، اگرچه در نزدشان دیگر محرم نبود. و این چنین عبدالله ابن عمر بعضی از کنیزهایشان هم به حج فرضی می رفتن. یعنی مسئله حج فرضی در نزد جمهور علما گفته ایستادم حج فرضی که آن فرض است وقتی که رفقه یعنی یک گروه هست که با آنها باور کرده می شود، انشاءالله باکی ندارد.